سلام بچه ها، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. بچه ها، این ویدیو رو در مورد سیزن 7 ساختم که وقتی ما پرزنتشن کردیم چی شد؟ اکتیویژن برداشت بیسیک رو چیز کرد، اونایی که جدید آورده بوده رو همه رو آف کرد برامون، همه رو واسمون آف کرده. اونایی که جدید آورده پایینه. الان میخوام بهتون بگم کدوما رو آف کنید، کدوما رو آن کنید، کدومشون خوبه کدومشون بده. ولی بچه آف کنیم احساس کنم خیلی بهتره. بچه اولیش بخشه کسولو دارم میرم داخل سنس. اولیه واسه ایمه بچه ها، اینا همه باید آف باشن. کنید همه رو من آف کردم بهتر هست. اون اولیه هست که دارن سمت چپ خب آف و آنش میکنم. اینو باید چیز کنید بچه ها، آف کنید. چرا؟ چون که سریع این میگیره. شاید بگید اوه من چقدر چیزم پروپلیرم، خب سریع این میگیره، سریع ایمون میزنم رو طرف میکشمش. ولی خوب نیست بچه ها، واقعا خوب نیست. ارزش در روشن کنید، چون که بعد چند وقت هم سنس از دستتون در میره، هم بازیتون خراب میشه. بچه ها دومی برای کوچیک شدن و بزرگ شدن این وسط صف هست. ببینید که الان چیز میشه اسلت که داری راه میری عادی کوچیکه مثلا وسط صف، ولی اسلت که میری بزرگ میشه. بعدش مثلا این به درد نمیخوره. خب مثلا تیر هم پخش میکنه دیگه، به درد نمیخوره. هر وقت تیر میزنی تیر پخش میشه. آخرا این توی وان شات کردن خیلی ضعیف میشه، اصلا دیگه وان تپ نمیکنه، اصابتو خیلی خورد میکنه. سومیه بچه‌ها اصلا چیز خاصی نی، به درد نمیخوره. واسه چیه؟ واسه چپ و راست کردن دسته. به درد نمیخوره، واقعا به درد نمیخوره. ولی مثلا اگه مثلا میخواد در خوشگلی باشه، آره مثلا بگی آره مثلا یه بار این دستتو مثلا متیک دستته اینوری نگاه میکنی، دست چپ نگاه میکنی با دست راست، ولی به درد نمیخوره. آف که باشه بهتره. من میگم این سه تا اینور رو قطعا که آف کنید واقعا بهتره. آف کنید خیلی بهتره. بچه‌ها دومیش قطعا باید آف باشه، چون که همیشه بلوده، یعنی واسه یه گرافیکای بالاه. دومی هم که اصلا نمیدونم، به من بگید داخل کامنت ها تا آگاهی هم من هم شما بره بالا. واسه سومی بچه‌ها چیه؟ پشت سرم تیر زدن. الان بهتون توضیح میدم. بچه‌ها منظورم این که دستتون رو روی تیر میذارید، تیر میزنه پشت سرم. اینه دستم پشت سرم داره تیر میزنه. واسه شاتگان و اسنایپ نکنید. شاتگان و اسنایپ نه به 117 کار داره نه به SMG نکنید. من 117 نرم، یه الکی میکشم میبینید کاری نداره. ولی حالا وقتی ما میریم داخل بیسیک، میریم اینو آف میکنیم، نه دیگه اسکین اون موقع تیر زدن میشینه. نکنید کاری به چیز نره بسیار، چون که خوابوندم اینجوری دارم بازی میکنم. اینو نکنید 5 انگشتم الان میدید مثلا 6 انگشت داره بازی میکنه. نه نکنید دیگه اسکین کمتر میشینه. وقتی دارید تیر میزنید دستتونم میذارید دیگه یه بار میزنه. ببینید بچه ها دستم میذارم یه بار دیگه تیر میزنه، بیشتر نمیزنه. پس چی؟ اونو آف کنیم بهتره. بدرود.